گاهی وقتا آدم یه تصویر از خودش داره که زیادی واقعی نیست. یه تصویری که ساخته و دوست داره بقیه اون تصویر رو ببینن. تصویری که بازتاب نقاب هاست، ترس هاست و البته کنترلی که اجتماع روی ما داره. ما گاهی اینقدر دنبال تایید اجتماعی، دنبال به دست آوردن کسب امتیاز از اجتماع هستیم، چه امتیازهای روانی، امتیازهای عاطفی و حتی امتیازهای مالی، که حقیقت وجودی خودمون اون چیزی نیست که واقعی وجود داره، بلکه تحت تاثیر اون شرایط هست. حالا فکر کنید یه روز اون نقاب ها، اون ترس ها جای همه چیز رو بگیره و ما خود واقعیمون بشیم. دقیقاً مثل سریال برگینگ بد. هایزنبرگ. برای من سریال برگینگ بد فقط یک قصه جنایی نبود. در واقع یک سفر بود، سفر به درون خودمون، به کشف اون قسمت‌های ناشناخته وجودمون. من خیلی وقتا از خودم پرسیدم که چرا این داستانی که در برگینگ بد بوده اینقدر تاثیرگذار بود، چرا اینقدر به دل من نشست که یکی از فوق‌العاده ترین سریال هایی بود که توی این مدت من دیدم. جوابش هم ساده به دست نیومد، اما به مرور زمان با اون چیزی که از خودم میشناختم و توی نسل دهه 60 که خودم هم متعلق به همون نسل هستم دیدم یه فکت های خیلی مهمی داره که دوست دارم اون رو با شماها به اشتراک بگذارم. ما هممون یه والتر وایت توی وجودمون داریم. نه چون قرار خلافی بکنیم یا قراره بریم سراغ آشپزخونه و مواد و اینجور داستان ها. نه، ما هممون یه والتر وایت در وجودمون داریم، چون یک خشم نهفته توی خودمون دفع کردیم، خشمی که از اضطرابمون سرچشمه میگیره. شاید الان انکار کنید، ولی این واقعی ترین چیزیه که شاید بتونم درباره سریال برگینگ بد و هایزنبرگ و والتر وایت به شما بگم. والتر فقط یه مرد معمولی نبود که مجبور باشه نیمی تاریک وجود خودش رو بیرون بکشه و البته بعد که به تاریکیش رفت یه آدم دیگه‌ای بشه. نه، والتر وایت کسی بود که ترس و خشمش رو شناخت، میل‌های سرکوب شده و اون غرایزی که سالهای سال در ضمیر ناخودآگاهش واپس رانده شده بود. و البته این رو هم بگم، به جای اینکه بفهمه این ترس و خشم از کجا اومده، افتاد توی دام کنترل و قدرت. من فکر میکنم نسل ما، مخصوصا دهه 60 یه زخم عمیق مشترک داریم، زخمی که شاید اسمش رو بذاریم بی اثر شدن. اینکه به ما گفتن همیشه آدم خوبی باشیم، سازگار باشیم. بهش فکر کنید، همیشه آدم خوب باش، سازگار باش، دختر خوب، پسر خوب. همیشه این قالب و چارچوب ها رو برای ما ساختن و نتیجهش چی بوده؟ اینکه هیچ وقت دیده نشدیم، هیچ وقت به اندازه کافی بودن رو تجربه نکردیم. هیچ کس بعد از یه پیروزی دستاورد شونه ما نزده بگه به اندازه کافی خوب بودی، به اندازه کافی تلاش کردی. نتیجه مهم نیست، چون نتیجه تحت تاثیر فاکتورهای دیگه‌ای هم جز استعداد و پیشرفت تو هست. شرایط گاهی اینقدر تاثیرگذار بوده، ولی ما تبدیل شدیم به یه سری نسلی که به همون گفتن نسل سوخته و از اون طرف نسل بعد ما هم شد نسل زد که دچار تعارض ها و تناقض است.
والتر درون ما هم همون بخشیه که میگه من دیگه نمیخوام ندیده گرفته بشم. والتر وایت تو سریال بریکینگ بد اون بخش ناشناخته ماست که فریاد میزنه من اینجا، منو ببین. خیلی از ما با دیدن سریال بریکینگ بد دچار عذاب وجدانم شدیم. چرا داریم از مراحل سقوط یک آدم لذت میبریم؟ شاید اون لذت در واقع همزاد پنداریه. بالاخره یک نفر پیدا شده حرف دل ما رو بزنه، اینکه من دیگه نمیخوام به هر قیمتی آدم خوبه داستان شما باشم. نمیخوام. ما در روایت پلاس یه دغدغه مهم داریم توی این اپیزود. میخوایم به این سوال جواب بدیم که چرا باید نیمه تاریک خودمون رو بشناسیم؟ اصلا چه ضرورتی داره بریم سراغ شناخت نیمه تاریک وجودمون؟ اصلا شناختش چه فایده‌ای داره؟ میشه زندگی رو بهتر ببینیم؟ یا فقط میترسیم که چیزای بد خودمون رو بیاد، آشکار بشه؟ واقعیت اینه که اگه اون بخش تاریکمون رو نشناسیم ما رو هدایت میکنه، کنترل ما رو به دست میگیره و اینقدر آروم و نرم تو لایه‌های پنهانی ما رو سوخ میکنه که میتونه بیرحم و به شدت کنترلگر زندگی ما رو تحت تاثیر قرار بده. یونگ میگه سایه همون بخشی از روان ماست که ما نمیخوایم ببینیمش، یعنی یک تعمدی در دیده نشدن وجود داره. خب ولی اگر ببینیمش، اگه بشناسیمش چی؟ میتونیم یه راه برای آگاه کردن خودمون، برای مسئولیت رفتارمون رو به عهده بگیریم، یه راه بسیار بسیار کاربردی پیدا بکنیم. سریال بریکینگ بد درباره سقوط آدم ها نیست، درباره کشف ریشه هاست. We tried to poison you. We tried to poison you. Because you're an insane, degenerate piece of filth, and you deserve to die. You asked me what I want you to do. I want you to handle it. You sit here and tell me that that is none of my business. Yeah. That's pretty much the size of it. I feel so sorry for you, Walt. Fuck you. Get up. Get out in the real world. And you kick that bastard as hard as you can, right in the teeth. دیدین یه وقتایی به شدت عصبانی میشین نسبت به این موقعیت خیلی عادی، یا به شدت مضطربید یا احساس درماندگی، سردرگمی دارید؟ وای که این آغاز دهه 40 یعنی شروع این احساس سردرگمیه. اگه بدونیم این احساس بی‌انگیزگیه، این پرخاشگریه یا اون خستگی روانی و درونی از کجا میاد، به نظرتون بهتر نمیشه راهکار رو پیدا کرد؟ شاید اگر بدونیم اون حس بی‌انگیزگی، رخوت، سردرگمی و احساس بی‌معنی بودن زندگی و که در نتیجهش یه خستگی روانی و درونی که هر روز صبح با ما از خواب بیدار میشه و هر روز صبح به یک ماتریکس، به یک زندگی تکراری دعوتت میکنه، اون از کجا میاد؟ وقتی بشناسیش دیگه دنبال یک دشمن بیرونی نمیگردی، چون میدونی درون خودت وجود داره. بدونی که خودتو بخوای قضاوت بکنی یا حتی زیر سوال ببری، فقط به صدای درون خودت گوش میدی، خودتو میشنوی.
از خودت دلجویی میکنی و اون لحظه شاید یه شکل تازه‌ای برای تو بگیره، چون با خودت همزاد پنداری کردی، چون فهمیدی که به اندازه کافی خوب بودی حتی اگر کسی بهت نگفته. تو به اندازه کافی خوب بودی حتی اگر کسی بهت نگفته. درسته این مسیر آسون نیست، اما واقعیه، حقیقیه و مسیری که از درون به بیرونه. پس تو نیازی به هیچ کتاب انگیزشی، هیچ جمله رستاخیز و هیچ المان دیگه ای نداری جز این که خودت بدونی ریشه خشمت، اضطرابت و ریشه تمام اون خشمی که سالها پشت لبخندهات حتی پنهان کردی برمیگرده به این که سایت رو نشناختی. امتحانش میکنی. ما قراره در روایت پلاس شما رو به یه سفر دعوت کنیم. یه سفر که توی هر اپیزود یه لایه از خودمون رو بشکافیم، آروم خراش بدیم، بشکافیم و بریم سراغ لایه بعدی. یه سوال از خودمون در ابتدا باید بکنیم. اصلا چرا روایت پلاس رو گوش میکنی؟ شاید اون زخم کهنه در وجود تو هنوز درمان نشده و شاید دوست داری یه نسخه بهتری از خودت رو تحویل جامعه بدی. به هر دلیلی که قابل احترامه، روایت پلاس روایت زندگی هر کدوم از ماست. برای اینکه بتونیم این سفر درونی رو به صورت عینی در هر اپیزود انتخاب کنیم، هر بار یک سریال، یه فیلمی رو انتخاب میکنیم و بر مبنای اون جلو میریم. این بار برگینگ بد، والتر وایت و هایزنبرگ. ازت میخوام که همراه من بیای. همین. بدون اینکه قضاوت بکنی یا درباره شخصیت‌ها به مسائل روانکاوی و فنی بپردازی، بیا این سفر رو شروع کنیم با هم برای شناخت خودمون. نه حالت شعاری و اینکه ما جسوریم و ما وارد یک دوره خودشناسی شدیم. نه، ما قراره کنار همدیگه یه لحظاتی لذت بخش رو در روایت پلاس تجربه بکنیم که دستاورد اون در نهایت اینه که یک قدم به خود واقعیمون نزدیکتر بشیم. سفر واقعی با همه چالش‌هاش و ما توی این اپیزود یه سوال مهم پرسیدیم. آیا هر کدوم از ما یک والتر وایت درون خودمون داریم؟ بهش فکر کنید. من میگم بله داریم. فقط اینجا سوال مطرحه که چه زمانی و تحت چه شرایطی والتر وایت وجودمون رونمایی میشه. حالا در پایان شاید بتونیم بگیم که والتر وایت فقط یک معلم شیمی نبوده که دنبال پول رفته. اون نماینده نسلیه که سال خودش رو خفه کرده. قربانی ایدئالگرایی اجباری از سوی اجتماع، از سوی والدان نابالغ بوده. یه سری ناامیدی‌های فروخورده داشته که تصویری از موفقیت‌های فیک که هیچ وقت هم قابل دستیابی نیستن رو برای اونها ساختن. مثل خیلی از ماها ترس از انتخاب کردن داشته، برای همین به تقدیرگرایی روی آورده و یه جایی تصمیم میگیره که دیگه نقاب نپوشه و اونجاست که والتر وایت خود واقعیش رو نشون میده. حالا اگر ما هم اون نقاب یا اون سایه رو کنار بذاریم چی پیش میاد؟ قرارم نیست که ما دوباره بریم سراغ کارهای مواد یا کارهای خلاف. نه، شاید انقدر اون بخش وجود سایه ما بعد از اینکه لایه‌هاش رو پس بزنیم شفاف و زیبا باشه که خودمون هم تحت تاثیر قرار بگیریم. موضوع اصلی اینه که
اجازه ندیم کنترل زندگیمون تحت تاثیر سایه هایی باشه که هیچ وقت نشناختیمشون، سرکوبشون کردیم و گاهی به شدت انکار کردیم. بعضی ها معتقدند که ضمیر ناخودآگاه میمونه. بعضی ها معتقدند که ضمیر ناخودآگاه جمعیه، یعنی ما در ژنوم خودمون یه سری چیزهایی داریم در اجتماع خودمون که اینها رو به ما تزریق کردن. ولی خب این دیدگاه خیلی صفر تا صدیه. بیایم کمی تلطیف داشته باشیم. حداقل توی روایت پلاس اینجوری داریم نگاه میکنیم که سریال ها برای دیدن و لذت بردن تنها ساخته نمیشن، برای اینی که ما یه بخشی از وجود خودمون رو بشناسیم و در جهت شناخت اون به زندگیمون معنای پررنگتر و عمیق‌تری ببخشیم. اگه روایت پلاس رو تا اینجا دوست داشتید، مورد علاقتون بود، ازتون میخوام سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم فشار بدید تا زمانی که مطلب جدیدی میاد شما هم در جریان قرار بگیرید. نظرتون رو کامنت کنید، برای من بنویسید که کجای داستان زندگیتون قرار دارید. اگر حتی الان نمیدونید کجای داستان زندگی خودتون هستید، بهش فکر کنید. خیلی از ماها سردرگمیم. من خودم 40 سالگی رو که شروع کردم تازه فهمیدم هیچی از زندگیم و معنی زندگیم نمیدونم. هیچ وقت برای پیدا کردن معنی زندگیتون دیر نیست، چون معنی زندگی ساختنیه. پس اگر به ما گفتند که معنای زندگیت رو پیدا کن، جمله غلط بوده. ما در اپیزودهای بعدی عمیقاً راجع به این حرف میزنیم. اینجا ازتون میخوام به من بگید که کجای داستان زندگیتون قرار دارید و قراره به کجای داستان زندگیتون برسید. ما برای هر مرحله از زندگیمون نیاز به بازتعریف داریم. و الان اینجا تو روایت پلاس از طریق سریال و فیلم به بازتعریف خودمون خواهیم رسید. کنار من، کنار هم دیگه، با کمک هم. تا اپیزود بعدی و چای بعدی، خب شما به خدای مهربون میسپارم. خدا نگهدار. Heisenberg.